ما اونها را نمیگذاریم که آنها هر کاری که میخواهند در سر قدرت نسبت ما انجام بدهند، چه تصمیم هایی را بگیرند، چه قانون هایی را قبول کنند، ما اینها را نخواهیم گذاشت. چون انقلاب فکری اجازت میدهد که انسان بیداری سیاسی داشته باشد و در روند این بیداری سیاسی نگذارد که هر قانون قبول کرده می شود در مقابل ملت و در مقابل کشور، در مقابل ارزش های این ملت و این کشور باشد. برای همین ما این کارها را انجام میدیم. اصلی هدف برنامه ها این بیدار کردنی یعنی فکری سیاسی مردم است و بر اساس همین ما برنامه های خیلی زیاده داریم و باز هم برنامه ها را بیشتر و بیشتر میکنیم تا این فکر را در تفکر مردم جای کنیم. اگر این تفکر را مردم برداشت کردن گرفتن، مطمئن باشید که هر انقلابی شد آینده خوبی برای ملت ما و کشور ما در انتظار است. و در غیر صورت شما تصور کنید که مثال میگیریم که یک حزب سیاسی که میتواند در یک جا یک جبهه تشکیل کند و بر بگردد وطن را از دست ظالم امالی رحمانوف نجات بدهد و اون حزب سیاسی یا اینکه جریان سیاسی که موجود است از جانب خارجی ها و یا که هر یک روند منفعت دار چیکار میکند؟ سرمایه گذاری میشود. وقتی قدرت را به دست میگیرد، اون قدرت را توسط مردم به دست نگرفته است، اون قدرت را توسط همون روندی که براش کمک رسانده است و توسط